یا علی مدد. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم چرت و پرت گفتنمون. خودمون تو تنهایی خودمون آقا چرت و پرت میگیم، دوست دارم، میذارم تو یوتیوب، میذارم بابا اون طرفش یه میزه، من زیر کرسیم، اون مثلا شاید تو انگلیس بیرون ماجراه، من تو اسلام شهر تو بطن ماجرا. اون پول داره داداش، ما پول نداریم، همه فرقمون اینه. اون قیافه داره، ما قیافه نداریم آجی، نداریم دیگه، چیکار کنیم؟ خب غزه هم که داداش پیروز شد آقا جون، جان خودم الکی فاز اینو میگیرید که آی چه خبر و فلان و بهمان و این و اونه. داداش یه گروه چه این قانون دنیاه، چجوری فرانسه چجوری تونست آلمانو چریکی شکست بده؟ البته آلمان یه جای دیگه هم شکست خورده بوده، ولی خب داشت پارتیزان ها میگن حالا داداش سرویس کردی اینا رو. خوب به قرآن خودم خوندم ها، یعنی سایت های اونوری قیافم نمیخوره، ولی سایت های اونوری سایت های اینوری داشت پیگیر بودم دیگه. بچگی کتاب متاباشو بذارینم دوربین میگیره، نمیدونم دیدید الان دیگه زدم بغل بذارینم دوربین جلو نداره دیگه. چی رو میخوام تایید کنم؟ خب آره داداش میگفتم دوتا چیز چریکی، یه گروه چریکی با یه ارتش کامل یک کشور وقتی بجنگه، اگر اون ارتش نتونه اینو کاملا حذف کنه شکست خورده. اسرائیل شکست خورد. تازه اسرائیل تنها هم نبود، آمریکا هم بود، انگلیس هم بود، فرانسه هم بود و به قول مثال گفتنی همشون بودن دیگه. مفری داشتم میزدن، یه مش بچه مشی داشتم میزدن، من قبولشون دارم، بزرگشون هم قبول داشتم، بزرگاشون جفتشون هم قبول داشتم، البته اون یحیی رو بیشتر قبول داشتم، کاری ندارم، داشتم میگفتم. خورد دیگه، زد آجی.